سلام و صد سلام به همه هموطنای بامرامی که تو پارک لافایت قوقا کردن. رفقا اون چنان شوتی زدید که توپ و گلر دروازه سیدعلی و خود سیدعلی رو اجماعاً چسبون به تور. سیدعلی این روزا بیخبر افتاده تو میدون مین، پای راست و چپشو هر طرف میذاره بوم. این ور میچرخه کوسه گازش میگیره، اون ور میچرخه لاریجانی خالش میذاره، جلو میره تحریما فشارش میدن، عقب میاد بسیجی ها میافتن به جونش. اینم از واشنگتن و بلایی که شما بر سر پسر خوندهش آوردید. از اون روزی که طرف پاشو گذاشت تو ینگ دنیا، هموطنهای ما رفتن براش. یه روز جلوی هتل یارو رو دراز کردن، یه روزم ماشینشو تخم مرغ کردن. خلاصه به اشکال مختلف سفر آمریکا رو به کام نوچه های سیدعلی زهر مار کردن. بینندگان عزیز، این اکیپ مالکی جنرالکار خودروش هم اکنون از جلوی متحسنین و حامیان مقاومت اشرف نشان‌ها رد میشه تا به این محل انستیتوی صلح ورود پیدا کنه که برای سخنرانی اینجا ایرانیان خشمگین هر جا که مالکی جنرالکار میره حضور دارن و خشم خودشون رو اعلام میکنن. مخلص و گزارشگر باصفامون اسد خانم هستی، دست و پنجتون درد نکنه بچه ها، صفای همه اشرف نشونا رو. آقا میگم دک و دنده واسه این ولی فقیه درمونده باقی نذاشتین شما. ضرب شرطی که شما نشون دادید نیاز به موشکافی نداره، نیاز به یک کف مرتب داره. دست رو روونه کن که اومد.